نهایت دوست عزیز اسفند ماهی، برای شما 3 کارت میکشم که داره صحبت میکنه از اینکه دوست داری که یه ذره ماجراجو بشی، دوست داری که یه ذره ریسک کنی و تغییراتی رو ایجاد بکنی که این تغییرات براش فعلا حالا پایه جدی نچیدی. یه پلنایی داری و احساس میکنی که این پلنا خاصه و با توجه به این پلنا میتونی به نتیجه‌ای برسی که تو رو متمایز از دیگران بکنه یا یه جورایی توی جایگاه خودت بدرخشی و یک موقعیتی رو به دست بیاری. دقیقاً اگر اقتدارت رو حفظ بکنی، با قدرت پیش بری، موفقیت 100% داری و کلید این در واقع به اصطلاح موفقیت در دستان خودت قرار داره. در رابطه با کارهای قانونی اداری دادگاهی برات خوشحالی میبینم. اگر قرار پول قانونی به دستت برسه میرسه و همچنین اگر قصد مهاجرت و جابجایی‌های بزرگ داری راه برات بازه و این برات انجام میشه. دارم میبینم ریسکی که داری میکنی در این بازه داره به خوبی برات جواب میده، منوط به اینکه کوتاه نیای و در واقع تا ته قضیه انشالله با امید خدا پیش بریم.